تا 1020 سال در خانه سکوری در این محله صوفی رازق در خانه رحمت الله و در اجاره زندانی کرده. بعد با یاری دوستان هر خیلی ورسی است با یاری دوستان اون کس 1920 سال این حولی رو میخرد. همین حولی این حولی از حولی بوی میانه حال سمرقندی بود و این حولی رو میفروشد این میخرند. اون کس اوش زندان شده بودن از رجب میگفت یک محله. بعد همسرشان که آمده اینجا زندگانی میکنن. الله که در سال 1920 اینی بسیار مشهور بودن. اون کس در گازیته و در تیپوگرافی و دیگر و که بعد ایجادی محصولشان کردی مشهور و معروف بودن و اون کس رو هم وقتی در امیرات بخارا هم در اینجا تن میگرفتن و از همین 20 سال سر کرده این کس تمام اثرهایی که مشهور و معلوم کرده اون کس رو در همین حولی نوشتن. و اون کس میگن که این حولی همچون ایجاد دهنده من بود، برای ایجاد کردن برای الهام دهنده من بود که اگر میگن بلکه اگر همین حولی نمیبود من اینقدر ایجاد کردنم در گمان بود. و 1920 سال یکمین اثر خود جلادان بخارا در منانی کابینت و اینجا در اطراف صندلی نشسته بنیاد میکنه. بعد در اینجا با آیستگی غلامان یادداشت‌ها آدینه داخونده و دیگر اثرهای بدیعی و همچنین اثرهای علمی بنیاد میشه. انا کن که عینی آدم بسیار هم معرفت نابودن. اون که عالمی انسیکلوپدیست گوییم هم خطا نمیکنیم چون اون هم تاریخچی هم اتنوگراف هم نویسنده هم ادبیاتچی بودن. برای همون وقت عالم و شاعران و دیگر ارباب دولتی آمده با اون کس ملاقات کردن میخواست، از اون کس مصلحت گرفتن میخواست و در همین خانه بسیار محفل ادبی محفل‌های علمی برگزار گشته است. و 1935 سال با آمده این خانه برای این کارها تنگی میکنه و حکومت سوویتی مقیاسی بزرگ این رو در اعتبار گرفته. من این سال 1935 این قسم حولی رو این قسم نو دولت روسی ساخته میکنه. این حکومت سوویتی میسازه. حکومت سوویتی 35 سال این حولی باشد 1870 1882 سال. همین قسمش این ایوانش نبوده؟ ایوان اینجا با پس خانه چای مایده چیده بود. اینجا آشخانه دیگر این رو خود استاد بشه سالهای 50 سالها سال 50 سال. من این خانه یکم از زال در این خانه من خوابگاهشان اونجا کابینت نوی این آخرین خانه کابینت نوی اینی که اونجا همون بشه این قسمش این قسم کونه این اتاق اونجا بود. بعد اینا خیلی نو شده است که یک چیز شده اینی که از 1020 تا قریبی که آخر عمرشون 53 سال در اینجا زندگانی میکردن. بعد اون کس بیتاب میشن و 53 سال در دوشنبه میمونن و سال 54 وفات میکنن. بعد وفات عینی قریب یک 20 سال این حولی به دستی همون خویش و اقربایشون میموند. اینجا به هر خیلی همون آدم زندگی آدمی همون که اجاره به میموند این حولی به میموند به صاحب برین میموند و کسی که اینجا زندگی میکرد کسی خیلی خواهد همون قطر ریمان میکرد همون خیلی ایواز میکرد آینه دیگر در دیواره. برای همین این چیزها آمده بعد وقتی که این حولی بنیاد شده بود حالا درباره من خانه‌های بلند درباره کانالیزاسیون درباره ودافراد عموما آدم‌ها فکر نمی‌کردن و نمی‌دونستن که همه خیلی چی میشه. در دام 150 سال سطح زمین هم از این طرف هم از قفا قریب 1 متر بلند شد و این خانه پایان موند. تقسیم شد. بسیار زبراو تقسیم علامت‌های خانه این خانه چوبکاری دو سینجا تمام این قسم پستش در تک خاک میماند و در دامه همین سالها میپسد. سالهای 80 سال این خانه باز تعمیر میشه. این طرف‌ها هم پوسیدن تعمیر میشد. یک قسمی خاکی همین طرف مانده رفته انگیخته بود. من اکنون
در با اعتبار حکومت امروزه ازبکستان همچون با مدد آنها این سال قرار کردیم که تمام این حولی رو از دیگر تعمیر کپیتالی میکنیم و من خاک بینید 1 متر پس شد حولی. این قفای هم 1-2 متر کشیده شد. تمام فوندامنت کشیده شد. من اینجا اسطوره مشغولی سمرقند آمدن و بعد که این اندوار رو تراشیدن دیدن همه قلمه ها و زبره ها پوسیده و همین خیلی مسئولیت کردن که اینا اگر ماهرانه عوض نکنن اینا به حالت آمدنش در دیگر بود. برای همین اسطوره ماهر سمرقند هر یک زبره و هر یک قلمه اینا بردار کرده از دیگر یک دانه خودی یک جوبیلیر برای این کار کرده عوض کرده و من این قسم پیش و قسم قفای این خانه ها از دیگر بنیاد شد، از دیگر برقرار شد و از تگ فوندامنت همچون خود پلان ببری از بتون و کنسترکت بتون آرماتور کنسترکت ساختن که وای فوندامنت هم داشته شده، نه اکنون نمی نه آب هیچ چیز نمیگذارد و این قلم ها همش نو ما امیدواریم که با سال 200 سال دیگر این خانه میشد. این ارکیتکتور همون در با چی میگن حیاتی خود را نشان داد که همین قلمه دوستینجه نگاه نکرده به همین دشواری هایی که خود این خانه غلطیده است همین شرایطی باید ایستاد ویران نشد. خصوص قسم درونی مهمان خانه که با یک نقاشی همون اسطوره ماهر کرده بودن یگان زوال ندیده است. همین توسط این همین преимущество архитектуры национальной нишон дاده است که از چیم حاضر غشچین و این بیتون دیگر این قلمه کاری اگر شرایط آن رو بود کرده پیداگر و همه چیزا کرده میتونه زمین توسعه میبرن دیگر چیزا بیان گرمی بیان خنکی بیان من همین خانه بینید استفاده سازه و نه استوری از مخصوصی استخانه آمده چند تا تعمیر کرده استفاده من این پنجره های بالا کنه شدگی و دوستا پرداخته وقتش ما اجاره گیرو آینه من خودم تلویزیون آینه مونده بودن دوستا پرداخته من حاضر فقط برای شما حرمتی از روی دور آمده بکنم یک امکانیت نشان میدم که شما همین جواب خانه رو ببینید. ما در خواهر استاد صدرالدین اگنسی در اینجا تعمیر شده است. سلام علیکم. نتیجه خوبه؟ این خانه دیدی شده؟ این چقدر زیبا، چقدر نازک چیزی که بود همین تن استفاده است. از همون سالو همین خیلی از همون 1870 سالها 150 سال زیاد بود. اینو فقط قسم پستش که کمتر نم خورده بود